شمس نه باکا خونه گفتگیت همین است. نه میاکا میدونی انسان‌هایی که فقیرانه زندگی میکنن دلی بزرگ دارن. من با همین خاطر همراهی تو اومدم. باشه خیلی کو رفتی. خیلی فریاد کن. اکا خورشید او اکا خورشید لبا یک minut السلام علیکم آمد بیوه نیست که اکای خوشی. بیاز میبیم بیا خونه بیا خوش آمده خوش آمده خوش آمده رحمان زمان. تشکر تشکر. مرحمت میگیره خیلی شمس هم میشناسی بود ها؟ چی بنده خوش آمده شمس جان خوش آمده سلامت باشین خدا گیره کرده همتون شنید گیر شمس جان کنی اپا جون نبای ما یک مقصد خطی خونه شما آمدیم. با فکرم شما خطی معلوم است. همین شمس دختری کلانی شما سروینوز است کو؟ سروینوز گفتی ها؟ اما یک دوست داشته است. ما خواستیم که همین رو اویله دار کنیم. راستی پدر و مادرم همین چیز رو به حد میخوان. و این خاطر ما در خونه شما در اومدیم. چی میشد که بهترش از دختری کلونی ما دیده دوی معنیش میکردیم دوی معنیش به نهایت دختری زور چکم پران دوی ما لبش و تبسم همین کار پریده و دویده و از اودای همه کار میبروید نیاکو سروینوز هم دختری خوب و لیکن با از وای دیده دوی معنی هم بسیار چکم تر خیلی همین دوی مشه میکرد دوی مشه خوبتر بود خیز رفتیم. تو کجا آوردی منو؟ خیز رفتیم. چیگاه خیز رفتیم اوخی چیگاه؟ با کجا؟ مسئله چی میشود؟ توبه با مردم حقیقت گویی خفه میشونده؟ مادری که فرقیت بین فرزندان خودش میگذارد با دیگرها هیچ رحمی ندارد. رفتیم. اکا رفتیم اکا رفتیم.